سلام عزیزان، من راوی کانال هستم. لطفاً لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید تا اولین نفر از ویدیوهای کانال ما مطلع شید. اول فکر میکردم خدا یه فرشته فرستاده برام. بعد از اون ازدواج تلخ و 3 سال عذاب، یهو تو بازار یه آقای اومد طرفم. خوشتیپم بود، مرتب. اول فکر کردم شوخی بدی میکنه، ولی هرچی میرفتم مثل سایه پیداش بود. یه روز ریسک کردم، به خودم گفتم ساناز، تو که دیگه ترسو نیستی، یه شانسی بده به خودت. پیمان اسمش بود، میگفت کارمنده، چشماش قشنگ بود. تلفنشو داد و منم شماره‌مو دادم. عجب احمقی بودم. شروع کرد به پیام فرستادن صبح تا شب. چطوری قشنگم؟ امروز چیکار کردی گل من؟ یهو حس 16 سالگی بهم دست داده بود. تو اون 3 سال ازدواج حتی یه دوست دارم معمولی از شوهرم نشنیده بودم. پیمان انگار همه چیزو بلد بود. میگفت ساناز جون، تو خاصی، تو با همه فرق داری. منم باور میکردم. بیچاره زن ساده. یه روز گفتم خانوادم میخوان برن کاروانی قم. پیمان هیجان زده گفت منم میام. مادرم بهم گفت برو عزیزم، تو جوونی، تفریح کن. خیال کرد داره حمایتم میکنه. نمیدونست داره ذبحم میکنه. توی اتوبوس کنار هم نشستیم. بوی عطرش تو دماغم پیچید. دستمو میگرفت و آروم میگفت نترس، کسی نمیفهمه. یه لحظه به شوهر سابقم فکر کردم. اگه میدونست الان کجام چی کار میکرد. ولی پیمانو که نگاه میکردم همه چیزو فراموش میکردم. رفته رفته یه چیزایی تو ذهنم میچرخید. مثلا چرا همیشه سر ساعت خاصی تماس نمیگرفت؟ یا چرا بعضی وقتا تو پیاماش یهو غیبش میزد؟ یه بار تو ماشینش یه اسباب بازی بچگونه دیدم. گفت برادرم کوچکه، میاد پیشم. منم باور میکردم. آخه عاشق بودم دیگه. عاشق اون نگاه‌های نرمش، عاشق قولایی که میداد. میگفت ساناز، یه روز میبرمش شمال، کنار دریا خونه میگیریم. خواب پنجره رو به دریا رو میدیدم. تا اون شب لعنتی داشتیم شام میخوردیم بیرون. موبایل زنگ خورد. حالت عجیبی پیدا کرد. گفت ببخشید کارمه. رفت کنار. ولی من صدای گریه بچه رو شنیدم. واضح نبود ولی مادری تو وجودم تکون خورد. بعدش یه زن بود که داد میزد. پیمان صورتش سفید شده بود. اومد سر میز و گفتم چی شده؟ گفت چیزی نیست. مشکلش شرکته. دیگه دلم قرار نداشت. مثل مورچه تو پوست خودم میخزیدم. یه چند روز بعد تصمیم گرفتم یه کار احمقانه بکنم. رفتم جلو شرکتش. یه ماشین پارک شد. در باز شد. پیمان پیاده شد. بعدش یه خانومی با یه بچه 3-4 ساله پسر دوید طرفش و داد زد بابا. پیمان بغلش کرد و بوسید. اون خانومم بغل کردش. صورتش مال من نبود، مال اونا بود. مال یه زندگی کاملا معمولی. توی اون لحظه دنیام وا رفت. تکیه دادم به دیوار. صدام در نمی اومد. گریه هم نمی کردم. فقط می لرزیدم. اونقدر گول خورده بودم که حتی حرف دروغشمو تکرار می کردم. برادرم کوچیکه. آخه برادر کوچیکه که بابا صدا نمی زنه. همون شب پیام داد قشنگم کجایی؟ دلم برات تنگ شده. برای اولین بار جواب ندادم. قلبم مثل یه تیکه سنگ شده بود. فرداش پروتر اومد. ساناز چرا بی محلی میکنی؟ بالاخره زنگ زدم. صدام میلرزید. گفتم
دیروز جلو شرکتت بودم. سکوت کرد. بعدش یه نفس عمیق کشید و گفت میتونم توضیح بدم؟ گفتم نیاز نیست. فقط بگو چرا؟ گفت دوست داشتم. هنوزم دارم. ولی اونا خانواده منن. یعنی من چی بودم؟ تفریح و سرگرمی؟ گفتم پس همه چیز دروغ بود؟ اون قولا، اون خونه کنار دریا؟ گفت نه، بهت دروغ نگفتم. موقعی که باهات بودم همش واقعی بود. احمقانه ترین حرفی بود که تو عمرم شنیده بودم. گفتم پیمان، تو زن و بچه داری؟ اگه یه ذره غیرت داشتی یا بهم خیانت نمی کردی و دروغ نمی گفتی. من تازه از اون آتش فشون در اومده بودم. تو با دست خودت بردیم تو آتیش دیگه. خدایا باشه من بخشیدم که با خودم خیانت کردم، ولی کف دستتو ببین. روزی میاد که نتیجه این بازی ها رو میگیری. دیگه خطم قطع کردم. تموم شد. دوباره تنها شدم. ولی این بار دیگه اش نمیریختم. توی آینه نگاه کردم به چشمام. یه چیزایی مرده بود، ولی یه چیزایی قوی‌تر شده بود. فهمیدم من احمق نبودم. من فقط به حرف‌های قشنگ یه آدم بیشتر از خودش ایمان داشتم. حالا دیگه میدونم عشق واقعی اونی نیست که تو خیابون تعقیبت کنه. اونیه که حتی وقتی میتونه راحت دروغ بگه رو راست میمونه. پای خودشو من میسته. پیمان فقط یه فصل تلخ تو زندگی من بود. ولی کتاب زندگیم تموم نشده. صفحه ورق خورده فردا رو باید نوشت.